heute wollen wir gemeinsam ein bisschen Deutsch lernen. Was sind deine Hobbys? Was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys sind spazieren gehen, Fußball spielen und kochen. Was machst du in der Freizeit? Was machen Sie in der Freizeit? Ich koche gern, ich spiele gern Fußball, ich schreibe gern Briefe. با عرض سلام و احترام خدمت دوستان و زبان آموزان محترم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با قسمت ششم از پک آموزشی در خدمت شما هستیم. برای رسیدن به سطح آ1 شما فقط به 9 جلسه دیگه نیاز دارید. پس بریم که جلسه ششم رو با هم داشته باشیم. اگه یادتون باشه تو درس‌های قبلی ما در مورد علایق با هم صحبت کردیم. یه عبارت داشتیم که می‌خواستیم بپرسیم به چه کاری علاقه داری و به چه کاری علاقه ندارین. بله. Was machst du gern? Was machst du nicht gern? یا Was machen Sie gern? Was machen Sie nicht gern? اگه اون جمله یادتونه جواب دادنش هم حتما باید یادتون باشه. ما به این سوال درست جواب دادیم. تو درس 6 ما میخوایم در مورد تعطیلات و سرگرمی‌ها صحبت کنیم. این سوال خیلی مهمه. چرا؟ تو امتحان آ1 حتما با این سوال مواجه میشین، چون که ممتحن هست شما حتما این سوالو خواهد پرسید. لطفاً به این عبارات دقت کنین. با این عبارات ما میتونیم از طرف مقابل سوال بپرسیم که سرگرمی شما چیه. سوالایی که داریم اینا هستن. Was sind deine Hobbys? Was sind ihre Hobbys? یا Was machst du in der Freizeit? Was machen sie in der Freizeit? این سوالا یعنی چی؟ یعنی شما سرگرمیاتون چیه؟ یا اینکه در اوقات فراغت چیکار انجام میدین؟ این سوالا میتونیم به نحو مختلف بپرسیم، ولی جواب دادنشون بستگی به خودتون داره. هر جوری که شما راحت هستین میتونین جواب بدین. مثلا برای سوال اول که گفته Was sind deine Hobbys؟ سرگرمیای تو چیه؟ یا Was sind ihre Hobbys؟ سرگرمیای شما چیه؟ برای جواب دادن شما فقط کافیه طبق فرمول پیش برین. فعل جایگاه دوم، ایش اول جمله. یا میتونین با این عبارت جواب بدین. Meine Hobbys sind lesen, Fußball spielen. Meine Hobbys sind kochen und E-Mail schreiben. شما میتونین از این فرمول استفاده کنین یا اینکه از فرمولی که قبلا یاد گرفتیم. Ich koche gern یا Ich spiele gern Fußball. شما اینجا یک عبارت دیگر هم میتونین ببینیم. Was machst du in der Freizeit? Was machen sie in der Freizeit? سوال متفاوته ولی جواب همینه. جواب Was machen sie in der Freizeit با Was sind deine Hobbys یکیه. فقط سوالش فرق میکنه ولی جواب یکیه. ما چندین روش برای جواب دادن داریم، ولی فقط شما کافیه یک روش رو خوب یاد بگیرید و همونو تکرار کنید. اگه یک مروری از جلسه اول تا الان داشته باشیم، ما در مورد مطالب زیادی صحبت کردیم. ما درباره خودمون صحبت کردیم، در مورد خانوادهمون صحبت کردیم، درباره خرید کردن صحبت کردیم، در مورد خونمون صحبت کردیم، تفریحامون صحبت کردیم. امروز هم میخوایم در مورد سرگرمیامون صحبت کنیم، چون سرگرمی هم جزئی از مطالبی که طرف مقابل ممکنه کنجکاو باشه که بدونید. پس ما با این سوالا میتونیم از طرف بپرسیم که سرگرمیای شما چیه و با این روش‌هایی که گفتیم هم میتونیم جواب بدیم. برای اینکه سرگرمیای بیشتری رو بتونیم بگیم، ما اینجا چند تا رو براتون معرفی میکنیم. مثل چی؟ فقط fahren, schwimmen, grillen, tanzen, Freunde treffen, schlafen. که هر یک از اینا رو میتونید در جواب Was sind deine Hobbys یا Was machst du in der Freizeit استفاده کنیم. درس پیش یادتونه ما در مورد فعلای جدا شدنی صحبت کردیم که گفتیم فعلای جدا شدنی مخصوص زبان آلمانی هستش. ممکنه تو زبان‌های دیگه هم داشته باشیم فعلای جدا شدنی، ولی فقط تو زبان آلمانیه که حرف اضافه میره آخر جمله. بنابراین یک گرامری بود که مخصوص زبان آلمانی بود. در ادامه ما گرامرها و ساختارهایی داریم که فقط مخصوص زبان آلمانیه. الان میخوایم به یک نکته گرامری اشاره کنیم که خیلی خیلی مهمه و فقط مخصوص زبان آلمانیه. لطفاً به این دو تا مثال دقت کنین. Das ist der Laptop. این لپتاپه. خب اگه یادتون باشه گفتیم اسم تو زبان آلمانی 3 حالت داره. یا مذکره، یا خنثی‌ست، یا مؤنثه. خب وقتی آرتیکلش دره یعنی چی؟ یعنی این کلمه مذکره. دوباره میگم ما کار نداریم که چرا مذکر شده. چرا؟ ما فقط یاد میگیریم که لپتاپ کلمه مذکره.
الان لطفاً به این جمله دقت کنین. Ich habe den Laptop. من لپتاپ را دارم. خب به نظر شما این آرتیکل ها فرق کردن. تو جمله اول شد در لپتاپ، تو جمله دوم شد دن لپتاپ. به نظر شما چرا اینو باید فرق کنن؟ فرق این دو تا جمله اینه که کلمه لپتاپ در جمله اول و کلمه لپتاپ در جمله دوم نقش‌های مختلف دارن. تو جمله اول Das ist der Laptop. نقش لپتاپ چیه؟ لپتاپ فاعل جمله است. ولی تو جمله دوم Ich habe den Laptop، لپتاپ مفعول جمله است. پس ما یک نتیجه گیری میکنیم. کلماتی که تو زبان آلمانی فاعل باشن و تو جمله نقش مفعول بگیرن، آرتیکلشون عوض میشه. آرتیکلشون از در تبدیل به دن میشن. خب الان چند تا مثال دیگه با هم تمرین میکنیم. الان میخوایم بگیم این صندلیه. چی میشه؟ قبلا یاد گرفتیم. Das ist der Stuhl. این صندلیه. خب الان میخوایم بگیم من صندلی را دارم. صندلی در جمله دوم نقش مفعول رو بازی میکنه. پس باید شکلش عوض بشه. Ich habe den Stuhl. یعنی من صندلی را دارم. لطفاً به این مثال دقت کنین. Das ist das Wasser. این آب است. این جمله رو نگاه کنین. آیا ما میتونیم بگیم Das ist den Wasser؟ نه، نمیتونیم بگیم. چرا؟ ما شرط رو بهتون گفتیم. در صورتی ما میتونیم در رو تبدیل به دن کنیم که کلمه ما مذکر باشه و آرتیکلش در باشه. ولی اینجا واسر کلمه ما مذکر نیست بلکه خنثاست. چرا؟ چون آرتیکلش داسه. پس طبیعتاً تو این جمله ما تغییرش نمیدیم. میگیم Ich habe das Wasser. من آب را دارم. پس به این نکته دقت کنین. کلماتی عوض میشن که یک مذکر باشن، دو نقش مفعولی بگیرن که اصطلاحاً تو زبان آلمانی آکوزاتیو باشه. لطفاً به این مثال دقت کنین. Das ist die Banane. این موز است. Ich habe die Banane. من موز را دارم. اینجا باید تغییر بدیم؟ نه. طبق روال ما تغییر نمیدیم. چرا؟ چون اینجا بانانه مؤنثه و آرتیکلش دی هست. پس ما عوضش نمی کنیم. پس دوباره شرط رو یادآوری میکنیم. فقط کلماتی که مذکر باشه و نقش مفعولی بگیرن در تبدیل به دن میشه. این نکته ای است که خیلی مهمه. شاید بگین که این گرامر خیلی راحته و دلیل اهمیتش چیه؟ دلیل اهمیتش اینه که تو سطرهای بعدی ما خیلی با این کلمات سر و کار داریم. شاید به خودتون بگین که ما چرا در رو تبدیل به دن کردیم؟ آیا زمانی که فعل ما هبن هست ما میتونیم در رو تبدیل به دن کنیم؟ نه. ما در هر صورت میتونیم در رو تبدیل به دن کنیم. اگر اون کلمه ما نقش مفعولی داشته باشه، تو همه شرایط ما میتونیم آرتیکلش رو عوض کنیم. الان تبدیل آرتیکل رو تو چند تا فعل دیگه با هم تمرین میکنیم. کلمه یخچال که یادتونه چی بود؟ در کولشرانک. خب شما میخوایم بگیم که من یخچال را میخرم. چون کولشرانک آرتیکلش دره، من یخچال را میخرم. نقش مفعولی داره، پس ما تبدیلش میکنیم. Ich kaufe den Kühlschrank. به این مثال دقت کنین. من برادر را میبینم. Ich sehe den Bruder. Ich sehe den Bruder. چرا؟ چون Bruder آرتیکلش دره. تبدیل به مفعول جمله واقع شده. Ich sehe den Bruder. من برادر را میبینم. آیا این تغییر آرتیکل مخصوص در به دنه؟ نه. ما تو هر شرایطی میتونیم این آرتیکل رو تغییر بدیم. مثلا چی؟ میخوایم بگیم من یک برادر دارم. یک برادر. آرتیکل نامعین میخوایم استفاده کنیم. میگین Das ist ein Bruder. این یک برادره. میخوایم بگیم من یک برادر دارم. Ich habe einen Bruder. چرا؟ چون که Bruder مفعول جمله واقع شده. ein تبدیل به einen میشه. یه نکته دیگه، kein تبدیل به keinen میشه. بله. میخوایم بگیم من برادر ندارم. چی میگین؟ آفرین. Ich habe keinen Bruder. من برادر ندارم. چون Bruder مفعول جمله است، آرتیکلش هم دره، پس kein هم باید پیروی کنه. Ich habe keinen Bruder. من برادر ندارم. من یک برادر دارم. Ich habe einen Bruder. خب میخوایم بگیم من یک خواهر دارم. چی میشه؟ آیا میشه Ich habe einen Schwester؟
نه نمیشه. چرا؟ چون کلمه باید مذکر باشه، شوستا مؤنثه، پس هیچ تغییری حاصل نمیشه. پس میشه ich habe eine شوستا. پس این نکته یادتون باشه، این تغییر فقط واسه کلمات مذکره. پس خودتون رو زیاد درگیر نکنین، فقط کلماتی که مذکر بود در حالت مفعولی تبدیلش کنین، در حالت خنثی، در حالت مؤنث، در حالت جمع تغییر حاصل نمیشه. برای اینکه مطلب رو بهتر یاد بگیریم بریم چند تا مثال دیگه تمرین کنیم. Das ist ein Apfel. این یک سیب هست. میخوایم بگیم که من یک سیب دارم. میگیم ich habe einen Apfel. چرا؟ چون Apfel مذکره، مفعول واقع شده، ein تبدیل به einen میشه. ich habe einen Apfel. میخوایم بگیم من یک موز دارم. ich habe eine Banane. تغییر نمیشه. چرا؟ چون مؤنثه. ich habe eine Orange. من یک پرتقال دارم. پرتقال مؤنثه، پس تغییر حاصل نمیشه. پس این نکته یادتون باشه، اگر خواستین تغییر آرتیکل بدین حتما دقت کنین کلمه ما مذکر باشه، حتما هم حالت مفعولی واقع بشه. ما قبلا گفتیم که توی هر درس ما به چند تا موضوع اشاره میکنیم. کم کم این موضوع ها زیاد میشه تا زمانی که ما وقتی که کتاب آیک رو تموم کردیم میبینیم چقدر ما اطلاعاتمون زیاد شده. اگر همونا رو خوب یاد بگیریم نه تنها امتحان آیک رو راحت پاس میکنیم بلکه امتحان سطح بالاتر هم میتونیم قبول بشیم. یکی از موضوعات درس 6 در مورد آب و هواست. معمولا این سوال پیش میاد که شما از طرف میپرسین هوا چطوره؟ ما عبارت هوا چطوره با این عبارت میپرسیم. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? یعنی هوا چطوره؟ در جواب هوا چطوره ما میتونیم جواب به راحتی با توجه به هوای موجود بپرسیم. ما میتونیم این سوال رو با چند تا عبارت جواب بدیم. ممکنه هوا بارونی باشه و بارون بیاد، میگیم es regnet. ممکنه هوا آفتابی باشه، میتونیم بگیم die Sonne scheint. ممکنه باد بوزه، میتونیم بگیم es ist windig. ممکنه هوا سرد باشه، میتونیم بگیم هوا سرده es ist kalt. ممکنه هوا گرم باشه، میتونیم بگیم es ist warm. یا ممکنه برف بیاد، میتونیم بگیم es schneit. خب ما الان سوال پرسیدیم که هوا چطوره، پس گفتیم که با wie ist das Wetter هوا رو میپرسیم. نحوه جواب دادن رو هم یاد گرفتیم. الان ممکنه شما سوال بپرسین که ما میخوایم منطقه رو دقیق مشخص کنیم. مثلا میخوایم بپرسیم هوا توی برلین چطوره؟ میگیم wie ist das Wetter in Berlin? wie ist das Wetter in München? مثلا میخوایم بپرسیم هوا تو شمال چطوره؟ میگین wie ist das Wetter im Norden? مثلا میخوایم بپرسیم هوا توی جنوب چطوره؟ میگین wie ist das Wetter im Süden؟ یا توی شرق wie ist das Wetter im Westen؟ یا میپرسیم هوا توی غرب چطوره؟ wie ist das Wetter im Osten؟ ممکنه شما بپرسین هوا توی فصلهای مختلف چطوره؟ مثلا میخوایم بپرسیم هوا توی بهار چطوره؟ wie ist das Wetter im Frühling؟ یا هوا توی تابستون چطوره؟ wie ist das Wetter im Sommer؟ یا هوا توی پاییز چطوره؟ wie ist das Wetter im Herbst؟ هوا توی زمستون چطوره؟ wie ist das Wetter im Winter؟ پس شما میتونید با این سوال هم بپرسین هوا تو فصلهای مختلف چطوره، هم تو شرایط دیگه چطوره. جوابها رو هم با هم یاد گرفتیم. بچه‌ها من بهتون گفتم که فعل خیلی مهمه، پس همیشه هر فعلی یاد میگیرین سعی کنین صرفش هم یاد بگیرین و با ضمایر مختلف صرفش کنین. تو این درس هم ما چند تا فعل خیلی مهم داریم که با هم دیگه تکرار میکنیم. فعل لزن به معنای خواندن. ich lese، du liest، es، sie liest، wir lesen، ihr lest، sie lesen. فعل treffen به معنای ملاقات کردن. ich treffe، du triffst، es، sie trifft، wir treffen، ihr trefft، sie treffen. فعل schlafen به معنای خوابیدن. ich schlafe، du schläfst، es، sie schläft، wir schlafen، ihr schlaft، sie schlafen. بچه‌ها پس بحث سرگرمی رو هم خوب یاد بگیرین چون یکی از اطلاعات شخصیه. همانطور که ما اسم، شهر، کشور رو میگفتیم سرگرمی هم جزئی از اطلاعات شخصیه که حتما تو امتحان ازتون میپرسن.
امیدوارم که مطالب این درس هم مفید واقع شده باشه و بازم بهتون پیشنهاد میکنم مطالبی که گفته شد روی یه برگ کاغذ بنویسین و همراهتون داشته باشین و همیشه مرور کنین. امیدوارم که مطالب گفته شده رو خوب یاد بگیرین و جلسه بعدی نیز با ما همراه باشین.